خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی ننگواری من شوی بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک السلام علیکم بیننده های عزیز تماشابینان برنامه تبریکاتی شهران. امروز جماعت ما در دهه آهلی که شهر سمرقند برای تبریک کردن یکی از آن
فرزندان عزیز که سال گذشته با آمدن است در این خاندان خرسندی شادی آورده بود. امروز امیر جان را برای تبریک کردن به خانواده پدر عزیز خاندان عبدالخالق بابا آمدیم. به خانواده شایخاله از نام بابا جان، آنا جان ها، بختی بابا و رعنانه تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. تیار باشید اگر رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده امروزه خالق بابا. همه شمایان را به زادروز فرزند عزیز این خاندان، نبیره شیرین خالق بابا شایخاله، فرزند عزیز عوض جان خوش آمدتان میگوییم. ما امروز برای تبریک کردن آمدیم، برای تبریک کردن امیر جان خالق بابا نزدیکتر بیستید. بختیار بابا شما هم تکلیف میکنیم، 1 دقیقه وقتتان گیریم، برید نزدیکتر. السلام علیکم مادران عزیز، مهمانان این خانواده. حاضر به نزد ما آنا جان و بابا جان ها را تکلیف میکنیم. شایخاله نزدیکتر میستیم، خالق حمد، بختیار بابا مرحمت، رهنما معلم مرحمت، شما هم نزدیکتر میستیم. و البته پادشاه امشبه ما امیر جان علاقه منو با اتومبیل خودشان نزدیک آمدید. مرحمت. معلم نزدیکتر استید. بار دیگر السلام علیکم بختیار بابا، عبدالخالق بابا. امروز زادروز نبیره مبارک، شایخاله روز خرسندی را در خاندان مبارک باد میگوییم. ببینید که دویم بار ما شما سورپرایز کردن ناعیان تبریک کنیم آمده ایستادیم. امروز از این بختیار بابا، رهنما معلمه، البته امروز پهلوان خاندان را، این شامپسر اصیل را که امروز جشن زادروز نشست، امیر جان خاندان را تبریک میگوییم. بگذار مانند نامش امیر خاندان شود، امیر شهر سمرقند باشد، البته پهلوان خاندان شود. برای خاندان عوض جان خوشبختی، سعادتمندی، نیکی های زندگی را بیارد. از پشتی پریزاده و امیر جان باز خواهرک و دادرکانش زیاد شود میگیم. عوض جان هم خودش همینجا میاد، بخارا میاری، من همینجا بودم که البته عوض جان زادروز پسر مبارک، خدا کند که خاندان و شایخاله پسرتوی های کلان شود، سنت توی ها شود. الان که روزهای خرسندی با آمده شما را باز تبریک کردن نصیب کند. امروز بهر پهلوان خاندان، بهر امشبه شاهزاده ما برای امیر جان میگوییم مبارک روز فیروزت مبارک، مبارک روز فیروزت مبارک، مبارک روز تولیدت مبارک. تو امید در حیات آینده داری، تو فرزندی نکو در زندگانی، تو درد و غم را اصلا نبینی، شود عمرت دراز به نیکنامی. بگیر دعای بابای و پدر را، بگیر سوغای مادر و پدر را، و مادر هم پدر غمخوار باشی، و خواهر جان خود دلیاب باشی. و تو گردد نصیب دعای مادر، فروزانت شود دعای پدر میگویم برای امروز امیر جان. البته زادروزش مبارک باشد. پیش از همه خالق مکی انمی پهلوانی ما مانندی هر دوی شما باباها، بختی بابا انسانی نکو خاکسار صمیمی شود، مانندی پدرش، مانندی عمک جانش سزاوار یک کسب و کار پاکترین نیکترین شود و دایرکتور شود و رد شود کلان شود. البته در خدمت آنا جان و بابا جان ها شود. نبیره کلین بیارید و شایخاله باز در اطرافتون الان نبیره کلین ها خدمت کنند. آنا مولا خوش آمدید، چای کبود می چای سیاه میفته، از کجا شیناندنش را همراهی رعنانه شما جای نبایابد که شیناند. الان خیلی روزهای خرسندی و نیت کنیم، مگر هر یک نیت هایی کرده ما فرشته های راهگذر آمین میگفته است. امروز برای پهلوان چقدر سخن گویم کم است. امیر جان با امروز از نام بختیار بابا، از نام رعنانه شان البته الان که اتومبیل کلان تیار کردیم، خدا خواهد این کلانش گیرد اگر الان 4 آنای بابای صاحب کرده ایرو الان کلهای بلند برآورد و تا به تمام روی دنیا سفرها برآورده تماشا کرده بیارد گفته نیت کرده آمدن. پیشش به نزدیکتر میمانیم. مرحمت قبولش میکند امیر جان. مبارک باشد.
بچه جانم بچه جانم البته فصل بهار از آمدنش خوشبختی می‌بیارد. من در نزدیکی 8 مارس رو جشن گرفتیم. هر یک زن بانوان را با عید بانوان زنان تبریک می‌گویم. در نزدیکی نوروز است. در روز نوروز البته شاید خالداراتان باز بعض مدت روزی زادروزی عروسی خوردی شنودگانه زادروزشان بوده است. از نام پدر مادرشان از نام خواهرکانشان تبریک می‌گوییم. نازیم جان هم زادروزشان بوده است. تبریک و تهنیت ها را از نام مادر جانشان می‌رسانیم که در مسافرت هستند. از نام نرگس‌زایی که در مسافرت هستند ما را می‌بینند. سلام آنها را بهر امروز همه مهمانان می‌رسانیم. حالا باشد برای امروز برای شوی خودم برای هستیشان شکرانه گفتم. برای خشنوده بانو برای ملکه میشه به امام پریزاده گلدسته ها تیار کردیم. ما برایشان میسپاریم خرسکی بلند میزنیم برایشان. مرحبا شوی خود قبول کنید گلدسته ها را. مبارک باشد. پریزاده رو میسپاریم و البته خشنوده مرحبا مبارک باشد. جان انمی لختگی کلام چه میخدشان برای امروزه پریزاده ما مبارک باشد. زادروز مبارک. البته برای آمدی زادروز برای خشنودبانا توفه های ارزنده و زیبنده دستمانه کلاه تیار کردن. معلم عزیز مرحمت خداتان میسپاره. زادروزی آمد استادا مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. وقتی بابا شایانه را آنانه یک جمع برید بعد همراهی عوض جان و خشنودبانو Сорвался с календаря. پریزاده هم هستن. Грусти зря, پریزاده هم میدارد کنی؟ зря в день рождения собираются все друзья. پریزاده هست شما شکلت کنی؟ Все вокруг, тем моложе сердца стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения. مبارک باشد. И миллион ночей и дней. مرحبا. Днем рождения, любви, добра в окружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, مبارک باشد. будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское в потолок. مرحبا. Сколько будет земля кружить, столько زادروز مبارک. будем жить. Днем рождения и миллион ночей и дней. Днем рождения, любви, добра в окружения и чумового настроения и самых преданных مبارک باشد. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, добра. خاله خوبا امروز یک دعای نقص کنید که همه امیرجان کلان شود و توی کنید توی نکاهیش بعد وقتی با کدید دویتان نازیم جان امروز زادروزش نزدیکتر بیا کنید ویدیو چیو یک گله همه شو میبینیم خدا خواهد
گرید زادروز مبارک. البته عبدالخالق بابا خدا کند که در توی عروسیشون هر دوی شما روی صحنه برانده دعا کردن نصیب کند. بسیت دعای نفس کنید کنی مرحمت. امیر جان با یکمش شهر سلامتی دوری باقی بنوید قبل نقش کاملا رو شنیم خرسندی کنیم دیگه تی کلام شهر مکتب نفهمه مکتب عالی بدیم عالی شما صبح باشه سلامت باشه البته می شود خدا خواهد دعای بابا مستجاب است. شاید خدا یک تبریک کنیم مرحمت. تبریک کردم اتون گیرم و میشون یه رانو مرحمت. بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلپیشان ماند برایت. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. اولا بار السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش و تباران مهربان بر این درگاه تاقایم خالق تاقام و ینگمولان همه شمایان را خوش آمدید. نور دیده تاج سر میگوییم. سبب جمع آمد ما به همه ما معلوم است که سال گذشته در این خاندان یک تیگید به دنیا آمد. من امروز یکم بهار را پیشواز گفته ایستاده است. نبیره شیرینم الهیم کلام شود، فخری آنای بابا خودش شود. بازی از باری دیگر همه شمایان را خوش آمدید. نور دیده تاج سر میگویم. رحمت تشکر میگویم مبارک باشد. پریزاده شعر از یاد کدوی نمی یک تا شعر تا خام کنیم. امیر جانی جانانه تایست رو میخونم بسست خدا خواهد توی کنیم اگر میخونیم بلند کنه جیان ها تبریک میکنم یا آتیچه های آتیچه ها جیان چه تبریک میکنم کنه بهتون که نزدیکتر مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز و میزبانان گرامی. امروز شخصا از نام خودم و از نام همه عائله‌ام امیر جان را با روز زادروزش تبریک و مبارکباد می‌نمایم. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از نام امیر از نام خودم از نام همه نویره ها تبریک میکنم امیر جان رو. رحمت تشکر میگیم و از نام کلان سالان پدرهای عزیز حفیظمک را تکلیف میکنیم همراهی سنت آقا مرحمت. حفیظمک یک دقیقه شما را تکلیف میکنیم. سنتمک مرحمت یک جای نیت های نوز و نیکتان را میشنویم. خدا خواهد اگر امروزه امیر جان کلان شود اگر در خدمت های شمایان میشوند گفته برای شمایان وعده های کلان داده ایستاده است. مرحمت. السلام علیکم همکاران عزیز کشی توارها جیان نیوره ها. من امروز روز یک سالگی روز امیر جان خدا امیر جان با عمر باقی کرد ساق و سلامت کلام شد. سری امیر جان و پدر و مادرش آنش باباش ساق و سلامت باشن. ساق و سلامت کلام شد. خیلی بسیار سخنهای نقل شد. همین سخنهای نقل عمل به اجرا شد. هر یک انسان باید فرزندان شدن آرزو هوس دارن. امروز یک آرزو هوس یاد همین امیر جان نامه که من یاد اینجا بدهی بچه ها با همش همین روزه نشست با چون یکی همین خیلی روزا اندش دقیق فرزنده و آدمان با هم باشون نصیب کنند. فرزند امید کشیده اسرائیلی و خدا فرزند کرد. دولتمون تیج باشه و میسگی من ایدی نوروز کتی هم باید تبریک میکنم. هم موتون خواب و سلامت باشه. هزار رحمت تشکر میگیم مبارک باشه. حاضر البته من از مکم آمدن یکی از آن انسان‌های فدایی دهیمان مرحمت از مکت تبریک کنید بعد یک جای کاکولانش رو میبریم. مرحمت.
السلام علیکم. من امروز یک روز خودسندی است و از همین فرصت استفاده برده هم من نیتوی نقص که اومده همین زادروز که تبریکی نموده امیر جان امروز من زادروز امیر جان با یک تا دیگه میوره نازم جان یاشون هم یک روز بوده است روز تولدشون چی بخوایم ما میخواستیم که یکیتای کلان شود من مثل پدرش بغلش داشته ساده است ایلی بودی پدرش برای یکیتی ساغلان کلان شود مکتبای عالی و داخل شود من یک ساله که شد با آینده یک خدمانسر است خدمانسرم همه هیچ توارم که خوشی خرسندی که گرزانمون دولت ما تیگی شود هم خیلی دوستو مهر اوقات هم موبایل گم نشود هم آتون خوش آمدتون هم آمان نیتای نقص که هم نیتا عمل به اجرا شود یکیتای کلام شوند دیشون هم نازم جانم امیر جانم خدا خواهد با توی کلام شود و اون بده خدمت کنیم خوش آمدتون رحمتی کلام سلامت باشتون رحمت از اول یک تقدم به ماها نیت کرده کاکراناس رو قیچی میزنیم من از سر دسترخوان پر از احسان امروزه برای امیر جان است مرحمت یک جای کاکراناس رو قیچی میزنیم زادروزش مبارک باشد میگیم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من اندام پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من اندام پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی جهانی من مبارک باشد زادروز مبارک تو تمامی من شافیگی تمامی من وقتی بر تمامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم مرحمت بچه جانم آن کلام ها نزدیکتر میستیم یک جای نیت های نغز و نیکتان را میشنویم برای امروز امیر جان مرحمت نزدیک داره خدمتگار شود خانه حقوق دو چشمی بدی خلق به چشمی مستد نرسد آفت نرسد بنابانی می پرستد در نزد خدا همین دعا می طلبم بر قامت شمشاد هیچ وقت شکسته نرسد السلام علیکم مهمان میزبان همگیاران عزیز اولا خوش آمدید به خانه تاوایی من ینگمولا هر قدمی که مانده آمده نوری دیده و تاج سر اولین بار امروز نشستان سببتیز امیر جان الهیم 100 ساله شود بابای آنه و داده و دوش سیر کند چی نیت دارم ابشتی امیر جان نیتکش پرسد چی آرزوها کدگی باشد جامعه عمل پوشد آتا جان دید شادان کلدرگم آنه جان دید بغرم تندرگم فرزند اچون یازم دسترخان عزیز دوستلارم بولینگیز مهمان با یک بار دیگر هم یکاتون خوش آمده تا نوری دیده و تاج شد از نام خودم از نام تمام اولاد جبارفا با امیر جان عمری دراز صحت سلامتی میخواهم همه وقت این روز گندش همه خیر شود و با پسرتویاش با آمده خدمت کنیم همه جان و جنان در این خاندان همه فیض و احسان در این خاندان به تبریک زادروز شما آمدیم همه از دل جان در این خاندان بدرتان احمد خوش آمدید نوری دیده و تاج سر هزار رحمت این لحظه هر یک سخنهای اثباتش کردی نوبت رو برعکس بازی دیگه من در اینجا
جیانها خواهرکانشان برای امروزه عبدالجان یک رقص تیار کرده بودین، رقص لزگیره. در رقص اینجا پیش که صحنه با پیش که صحنه با شروع کردم می رقصیم. ویدیوی چوی ما شما ویدیو میگیرن و البته زرورکانی تعریف بار میسازن. در این طرف باشد زن بانوان امروزه دخترکان مشاهین عدد سر کرده رقص خرسندی کرده دوام میکنیم. مرحمت. خوش آن کدام کدی یک جای شیرینی رو برم بعد از آن رقص بازی میکنیم. مبارک باشد. زادروز مبارک. شاید خواهم نزدیک کلیسه. مرحبا سرودهای شوق میمونیم یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم شادیانا را دوام میکنیم. مرحبا Falei, vou te
گلزار دمید است بیایه کی دلدار رسیده بیایه کی گلزار دمید است بیایه کی دلدار من بیننده های عزیز امروز نبره عبدالخالق بابا را تبریک کردیم، نیت های نکو را رساندیم، همراهشان دعا کردیم که بگذار در توی عروسیش نیز در این خاندان آمده تبریک کرده همراه شما با هم دیدن برای هر یکی ما بهش مناسب کند. میگیم با ما باشد که بزم زیبا این خیر روزهای خرسندی را تنها جماعی ما به هر شما پیشکش میکند و البته خود را احتیاط کنید. رحمت، روزهای خرسندی رو ببینیم. سلامت باشه.